سلام و درود خدمت همراهان عزیز شرکت لیرکون. من عارف هستم، مدیر خدمات پس از فروش و گارانتی های شرکت لیرکون. اومدیم با معرفی محصول مدل L20 و روش استفاده از این محصول جدید و جذاب برند لیرکون. این محصول جزء محصولاتی هستش که 10 تا ماساژ اتوماتیک داره تو خودش و قابلیت ورزدهندگی ساق، غلطک پشت پا، میزان تنظیم قد به صورت هوشمند و اسکن پشت رو به صورت کامل داره. یعنی بدن شما رو اسکن میکنه و بر اساس اون یک ماساژ جذاب رو برای شما اجرا میکنه. برای استفاده از این دستگاه شما میتونید از طریق 3 روش. یکی کنترلی که اینجا میبینید به صورت تبلت هستش، یکی از طریق کنترل سریع و از طریق وایس کنترل که فرمان صوتی هستش به این دستگاه فرمان بدید و استفاده این دستگاه رو ببرید. روش اولی که ما خدمتتون توضیح میدیم اول از طریق وایس کنترل هستش که یک روش ساده است. حالا این دستگاه چون یک مقدار استفاده شده، فرامین دستگاه این پشت قرار گرفته. حالا دستگاهی که برای شما میاد دستگاه نوعه و این فرامین به صورت کامل و بدون پاک شدگی هستش. ولی فرامین به این شکل هستش: های ماساژ شیر، استارت ماساژ. همونطور که میبینید با فرمان صدا دستگاه فعال میشه، به سمت عقب میره و شروع میکنه به اسکن بدن. کارو برای شما انجام میده و شروع میکنه به انجام ماساژ. این یک روش هستش که شما میتونید فرمان صوتی بهش بدید و هر کاری که بخواید رو برای شما اجرا میکنه. های ماساژ شیر، اند ماساژ. خب فرمان اند رو از من گرفت و دستگاه به صورت کامل آف شد. برای روشن خاموش کردن این دستگاه فرامینی مثل فعال کردن میزان سرعت غلطک ها، میزان ماساژتون، نوع ماساژتون، گرم کنها، ارتفاع پا و هر چیز دیگه رو شما میتونید از طریق فرمان صوتی به دستگاهتون بدید و خیلی راحت برای شما اجرا میکنه. کنترل بعدی کنترل از طریق تبلت این دستگاه هستش که شما میتونید، من اینو اینجا قرار دادم که بازتاب نور خیلی زیاد نباشه، دستتون رو روی این دکمه نگه میدارید، دستگاه روشن میشه، سمت عقب میره. بذارید من جابجاش کنم. خب دستگاه رو که شما روشن میکنید توی این حالت شروع میکنه به اسکن. اول که میبینید شروع میکنه قد شما رو اسکن میکنه، بعد غلطک های پشت میگردن دنبال شونه شما که ببینن از چه نقطه‌ای به پایین رو با استانداردهای ماساژی دستگاه ماساژ میکنه که اسکن تموم میشه و شروع میکنه به اجرای ماساژ. همونطور که میبینید دستگاه شروع میکنه به ماساژ. این صفحه هستش که بعد از روشن شدن دستگاه شما میبینید. همونطور که میبینید کیسه ها دارن کار میکنن، کیسه های دست غیر فعال، مکانیکال هند قسمت بالا قرار گرفته، داره شروع میکنه به ماساژ. این بخش مربوط به ماساژ های اتوماتیک این دستگاه هستش. همونطور که گفتم این دستگاه 10 تا ماساژ داره. ماساژ ریلکسی داره، ماساژ مناسب افراد مسن داره، ماساژ خواب داره، ماساژ کششی داره که این دستگاه شما طریق تغییر این دکمه میتونید نوع ماساژتون رو تغییر بدید. مثلا ماساژ تای جزء ماساژهایی هستش که حرکت کششی رو برای شما اجرا میکنه. مثلا شما وقتی که روی حالت تای قرار میدید دستگاه عقب میره، حالت پاتون رو کامل عقب میبره. یه حالت جذابی رو شما میتونید توی ماساژتون داشته باشید. ماساژهای دیگه این دستگاه ویست و ماساژ باز. این ماساژ مربوط به درمان شونه و کمر هستش. ماساژ کلاسیک ماساژی هستش که خیلی جذابه، یه مقدار از حالت ریلکسی قوی تر هستش. حالا این برای ما جابجا میشه. شما میتونید نوع ماساژتون رو از طریق این دکمه تغییر بدید. ماساژ مخصوص خانم هم داره که ماساژ مناسب افراد مناسب بانوانش هم اونم باز خودش 3 حالت داره.
یعنی 3 حالت اجرایی برای بانوان ماساژ اجرا میکنه. یعنی مجموعاً شما بخواید در نظر بگیرید یک ماساژ کامل رو برای همه افراد خانواده شما میتونید از طریق این دستگاه داشته باشید. حالا میریم برای بخش بعدی. شما در زمان اجرای ماساژ میتونید میزان تایم دستگاهتون رو تغییر بدید از طریق این دکمه. همونطور که میبینید 20 دقیقه، 25 دقیقه، 30 دقیقه و مجدد از اول 5 دقیقه. پیش‌فرض دستگاه وقتی روشن میشه روی حالت 15 دقیقه هستش، ولی شما میتونید از طریق این تایم دستگاهتون رو هر میزانی که دلتون میخواد تغییر بدید. این دکمه مربوط به استاپ دستگاه هستش. زمانی شما میخواید مثلا تلفنی تماس میگیره باهاتون، کاری پیش میاد مجبور میشید شما ماساژتون رو استاپ کنید، میتونید از طریق این دکمه پازش کنید و مجدد استارت ماساژ رو بزنید. این دکمه مربوط به گرم کنه دستگاه هستش. همونطور که میبینید وقتی فعال میشه اینجا دکمه هیت فعال میشه، گرم کنهای فیبر کربن پشت کمرتون به صورت کامل تا 65 درجه سانتیگراد فعال میشه و یک گرمای خوبی رو کنار ماساژتون به شما میده که به درد زمانهایی میخوره که گرفتگی‌های شدید عضلانی مخصوصا در قسمت فیله کمر دارید. و مجدد من آفش میکنم. برای آف کردنش هم میتونید روش کلیک کنید. این مربوط به قلتک‌های کف پا هست. شما میتونید همونطور که میبینید این بخش سرعت قلتک‌های کف پاتون رو کم و زیاد بکنید یا حتی اینکه خاموشش هم بکنید. همونطور که میبینید من چند بار روش کلیک کردم، الان لول 1 هستش، لول 2، لول 3 و خاموش. از طریق میتونید قلتک‌های کف پاتون رو تنظیم کنید. این دکمه مربوط به سرعت ورز یا سرعت قلتک‌ها هستش. مثلا شما وقتی که روی حالت کوبشی میذارید میتونید از طریق این دکمه میزان سرعت قلتک‌ها رو تنظیم کنید. همونطور که میبینید من الان ماساژش ملایمه، وقتی زیادش میکنم سرعت بیشتری میگیره. حالا لازم باشه که بالاتر میبینم، حالا امیدوارم که توی ویدیو مشخص باشه. سرعتش به صورت 3 لول قابل تنظیم هست. پس این هم مربوط به میزان سرعت قلتک‌هاست که البته توی حالت اتوماتیک این حالت قابل تنظیم هست به صورت موقت، چون حالت‌های اتوماتیک خودشون بر اساس استانداردهای پزشکی و استانداردهای خود اون ماساژ برای شما میزان سرعت قلتک‌ها و نوع قلتک‌ها رو مشخص میکنن. شما وقتی کلیک میکنید به صورت موقت کار میکنن. وقتی که نوع ماساژ تغییر میکنه خود به خود باز برمیگرده رو حالت پیش‌فرض. شما میتونید زمانی از این حالت بهترین استفاده رو داشته باشید که ماساژتون رو حالت منوال باشه، که خود به خود حالا جلوتر رفتیم بهتون توضیح میدم که چجوری ماساژ منوال رو فعال بکنید و چه کاربردهای جذاب دیگه‌ای رو شما میتونید از طریق ماساژ منوال داشته باشید. این بخش هم مربوط به تنظیم کیسه‌های هواست. کیسه‌های هواتون رو یه زمانی هست شما دلتون میخواد یک فشار کیسه هوایی زیاد رو داشته باشید، میتونید از طریق این دکمه اینجا میبینید خاموش شد، فعال لول 1، لول 2 و لول 3. تمام کیسه های این دستگاه به صورت کامل قابل تنظیم هستن، هم تو حالت اتومات و هم تو حالت منوال. هر جفت شما میتونید فشار کیسه های هوا رو تنظیم بکنید و برای خودتون لذت ماساژتون رو داشته باشید. میریم سراغ بخش بعدی مربوط به ماساژ های منوال این دستگاه. الان دستگاه رو حالت اتومات هستش. همونطور که میبینید اینجا روی حالت ریلکسی قرار گرفته. من با زدن کلیک بر روی این دکمه میبینید دیگه اینور هیچ ماساژی فعال نیست. دستگاه من رو حالت منوال قرار گرفته. هر کدوم از این ماساژ هایی که شما بخواید رو میتونید داشته باشید. مثلا ماساژ کوبشی رو میتونید داشته باشید. من الان وقتی کلیک میکنم نوع ماساژ ها تغییر میکنه. هر کدوم از ماساژ هایی که میخواید رو با زدن این دکمه میتونید برای خودتون داشته باشید و حتی خاموشش هم بکنید. یک زمانی هست شما میخواید ماساژ پشت نداشته باشه دستگاهتون، اجازه بدید که قلتک دستگاهتون توی بالاترین حالت قرار بگیره، به سمت بالا کامل بره، بعد کلید خاموش رو بزنید که قلتک ها مزاحم ناحیه از بدنتون نباشن یا اذیتتون نکنن. بذارید بالا بره که کامل بتونید برای خودتون تنظیمش بکنید. این بخش مربوط به منواله. حالا بخش منوال قابلیت تنظیم نقطه‌ای هم داره. یعنی توی این دستگاه 3 حالت تنظیم منطقه‌ای داره. با زدن کلیک بر روی این دکمه همونطور که می‌بینید یک نقطه ثابت شد. این دستگاه قابلیت ماساژ منطقه‌ای به صورت تک نقطه‌ای و فیکس پوینت 2 حالته رو داره. این شما همونطور که می‌بینید الان توی اون نقطه ثابت شده و میتونید از طریق این دکمه جابجاش بکنید. می‌بینید من وقتی که کلیک می‌کنم
مکانیکال هند بالا میره. یه زمانی از شما مثال میزان کوفتگی که توی بدنتون هست توی ناحیه مثلا فیله کمرتون بیشتره. شما کافیه که دستگاه رو حالت منوال قرار بدید، با زدن اون دکمه‌ای که اینجا هستش دستگاهتون رو حالت فیکس پوینت قرار میگیره و اون نقطه‌ای که شما دلتون میخواد رو میتونید با هر کدوم از این ماساژهایی که هستش با تنظیم سرعت مورد نیازتون این کار رو انجام بدید. حالا وقتی که من مجدد روی این دکمه کلیک میکنم، همونطور که میبینید یک منطقه رو برای شما ماساژ میده، یعنی منطقه پشت رو تا بالای نشیمنگاه ماساژ میده، یعنی تمام این منطقه به صورت کامل تا این نقطه برای شما ماساژ داده میشه با هر کدوم از اینایی که دلتون میخواد. یعنی شما میتونید هر کدوم ماساژایی که خواستید رو داشته باشید و مثلا من ماساژ کوهشی رو میخوام، همونطور که میبینید حالت منطقه‌ای گذاشتمش و خب به صورت کامل ناحیه پایین رو ماساژ میده برای شما، یعنی قسمت پایین رو کامل در بر میگیره و این دفعه قسمت سومش این ناحیه رو برای شما از این ناحیه تا پایین رو برای شما ماساژ میده و میتونید برای خودتون توی این حالت هم سرعت غلطک‌ها که از طریق این دکمه هستش رو تنظیم کنید و حتی نوع ماساژتون رو هم تغییر بدید و توضیح خاصی نداره. میریم برای قسمت بعدی. این دکمه هستش. ببینید یک سری از ماساژهای این دستگاه طوری هستش که غلطک‌ها به صورت موازی ماساژ میدن، یعنی مثلا توی حالت ورز که غلطک‌ها به این شکل جابجا میشن شما نمیتونید عصخایی میکنم طول غلطک‌های خودتون رو تنظیم بکنید، چون خودش دائما در حال تغییره و به شما این اجازه رو نمیده. ولی یک زمانی هست ماساژ کوبشی دارید اجرا میکنید، مثلا این ماساژ، همین ماساژی که اینجا هستش، میتونید عرض ماساژتون رو کم و زیاد بکنید. وقتی روی این کلیک میکنید روی این حالت میبینید اینجا داره نمایش میده، میبینید الان تو حالت جمعه، یعنی غلطک‌ها توی جمع ترین حالت خودشون قرار گرفتن. وقتی که مجدد روی این دکمه کلیک میکنید میبینید ارزش بیشتر میشه، متوسط، یک مقدار بازتر میشه و مجدد روی این دکمه کلیک بکنید توی بازترین حالت خودش قرار میگیره و کامل این منطقه رو برای شما در بر میگیره و میتونید برای زمانهایی که دلتون میخواد مثلا این ماساژ داشته باشید نزدیک ستون فقراتتون توی کوچکترین حالت خودش قرار بدید، یا اگر خواستید نزدیک خارج از منطقه ستون فقراتتون باشه میتونید از طریق این دکمه، اونم فقط توی ماساژهایی که به صورت موازی هستن، نه ماساژهای ورزی. یعنی مثلا اگر این ماساژ رو شما انتخاب بکنید، این ماساژ که به صورت ورز هستش، یعنی شروع میکنه ماساژ به صورت جابجایی، همونطور که میبینید اینجا خودش داره نشون میده، میگه من برای شما کل این منطقه رو دارم ماساژ میدم، پس لازمی نیستش که شما بخواید به من فرمان جدیدی بدید، من برای شما به صورت استاندارد این کار رو انجام میدم. برای فعالسازی زیرو گراویتی شما میتونید این دکمه رو کلیک کنید. ببینید بعضی از ماساژهای این دستگاه خودش حالت زیرو گراویتی رو داره. من پیشنهاد میکنم که حالتهای استاندارد خودش رو رعایت کنید. مثلا ماساژ اسلیپ خودش داره. روی حالت ماساژ تایلندی شما نمیتونید زیرو گراویتی تعیین کنید. چرا؟ چون که دستگاه به صورت هوشمند خودش عقب میره، جلو میاد، ماساژ انجام میده، پاتون رو میکشه و دکمه زیرو گراویتی رو که میزنید به صورت موقت فعال میشه، ولی باز توی حالت اتومات خودش شروع میکنه به انجام اون ماساژی که شما میخواید. برای تنظیم قسمت پاتون هم شما میتونید، مثال من الان وقتی دستم روی این دکمه نگه میدارم قسمت پا کامل بالا میاد، قسمت پاتون جابجا میشه و برای عقب بردنش هم میتونید دستتون روی این دکمه نگه دارید، قسمت غلطکتون، حالا امیدوارم که توی ویدیو مشخص بشه، زیاد مشخص نیست متاسفانه، روی این دکمه کلیک کنید و غلطکتون توی عذرخواهی میکنم قسمت پا به صورت پایین ترین حالت خودش قرار میگیره. حالا یه زمانی هست شما میخواید دستگاهتون به سمت عقب بره، دستتون تا موقعی که روی این دکمه باشه دستگاهتون تا هر میزانی که شما دلتون بخواد عقب میره. حالا من دستمو یه مقدار نگه میدارم که دستگاه جابجا بشه، بعد نتیجه اون کار رو به شما نشون میدم. خب من الان دستمو برداشتم، دستگاه دیگه عقب نیست. میبینید دستم تا موقعی که روی اون دکمه بود به سمت عقب میرفت و اگر خواستم مجدد برگرده به اون میزانی که دلم میخواد، شما میتونید دستتون روی این دکمه نگه دارید، دستگاه به سمت پایین میاد و میتونید دستگاهتون رو جابجا بکنید. دستگاه پایینتر قرار میگیره و هر میزانی که دلتون بخواد میتونید برای خودتون تنظیم بکنید. حتی میزان پاش هم که خدمتتون گفتم
توی این بخش میتونید دستگاه رو مثلا عقب ببرید، پاش هم جابجا کنید توی بالاترین حالت بیارید، یا اینکه میتونید پاشو پایین بیارید. هر حالتی که دلتون بخواد قابل کاستوم هستش و میتونید این دستگاه رو برای خودتون کاملا کاستوم بکنید. توضیح خاصی مربوط به تبلت نداریم دیگه، تموم شد و کاملا کار کردن با این دستگاه ساده است، چیز خاصی نداره. از طریق این دکمه میتونید آفش کنید. این دستگاه قابلیت حالت آفلاین هم داره، یعنی تخت‌شو آفلاین داره. شما یه زمانی هستش که این دستگاه رو مثلا جلوی تلویزیون خودتون قرار دادید و میخواید مثلا بازی بکنید یا فیلم ببینید و دوست ندارید توی حالت مبل شو باشه، میتونید از طریق این دکمه ها به صورت خواب، یعنی به صورت آفلاین تنظیمش بکنید. اگه دستتون نگه دارید روی این حالت، دستگاه عقب میره. بله، صفحه خاموش شده ولی همچنان دکمه فعاله. دستگاه عقب میره. به صورت آفلاین میتونید برای خودتون حالت تخت‌شو رو داشته باشید که جلوی تلویزیون براتون حال بهتری بده، حالت تخت‌شو باشه. بتونید خیلی راحت ریلکس کنید و حالا یا بازی کنید یا فیلم تماشا کنید. این حالت رو هم شما میتونید توی کنترل سریعش هم داشته باشید. یعنی اگر این رو بچرخونیم، دستگاه به سمت پایین میاد و به عقب برگردونیم، یعنی به صورت پاد ساعتگرد به چرخه، دستگاه به سمت عقب میره و حالت آفلاین تخت‌شو رو هم میتونید از این بخش که دکمه کنترل سریع هستش داشته باشید. میریم برای قسمت کنترل سریع این دستگاه که از طریق این پد هم شما میتونید تمام فرامینی که توی تبلت دیدیم رو اجرا بکنید که به صورت سریع بهتون توضیح میدم. خیلی ساده است. دستگاه رو خاموش روشن کردنش رو از این حالت دستتون نگه می‌دارید، دستگاهتون روشن میشه. مجدد کار کلید آن و آف این تبلت رو انجام میده براتون. نوع ماساژ اتوماتیکتون رو میتونید از طریق این دکمه فعال و غیر فعال بکنید. من الان دقت کنید کلیک کردم، وقتی که روی این دکمه میزنم نوع ماساژ همونطور که میبینید داره تغییر میکنه. یعنی من از طریق زدن این دکمه نوع ماساژ اتوماتیک خودم رو میتونم تغییر بدم که کار اصلی همین دکمه رو برای شما انجام میده. یعنی این دکمه با این دکمه هیچ فرقی نداره. این بخش هم مربوط به ماساژ منوال و دستی این دستگاه هستش. یعنی شما اگر روی این دکمه کلیک کنید، به صورت تاچ هستش البته، دستگاه حالت اتومات خارج میشه. من اینو بخوام بهتون نشون بدم، این دستگاه الان رو حالت اتومات دیگه نیستش. من وقتی که زدم این دکمه دقیقاً کار این دکمه رو برای شما انجام میده که مربوط به بخش منوال هستش. این بخش هم برای بخش غلطک کف پا هستش. یعنی من با زدن این بخش در اصل دارم این تبلت رو من براتون جابجاش کنم. در اصل دارم من برای شما این دکمه رو میزنم که دقیقاً همین دکمه هستش. برای گرم کن هم این دکمه رو میتونید بزنید که گرم کن رو فعال یا غیر فعال بکنید. برای استاپ کردن یا مجدد فعال شدن این دستگاه میتونید اینو کلیک کنید. برای تنظیم میزان کیسه های هوا هم میتونید روی این دکمه کلیک کنید. یعنی این دکمه رو وقتی که میزنید معادل این دکمه هستش که میبینید کیسه های هوا تنظیم میشه. حالا من مجدد میزنم، همونطور که میبینید میتونید کیسه هوای دستگاهتون رو خاموش یا کم و زیاد بکنید. این بخش هم مربوط به زیرو گراویتی این دستگاه هستش. وقتی که میزنید دستگاه رو حالت زیرو گراویتی هستش. البته میتونید از طریق این دکمه زیرو گراویتی این دستگاه رو فعال یا غیر فعال بکنید. این دو تا دکمه هم مربوط به بالا و پایین بردن قسمت پای این دستگاه هستش. همونطور که گفتم خدمتتون، این دستگاه خودش به صورت هوشمند زمانی که روش میشینید شروع میکنه ارتفاع پای شما رو پیدا میکنه و بر اساس قد شما خودش تنظیم میکنه که چه میزانی رو از قسمت پایین بیاد و بتونه پای شما تو بهترین حالت خودش قرار بده. ولی یه زمانی هست شما دلتون میخواد خودتون تنظیمش بکنید، میتونید از طریق این دکمه، یعنی اگر دستتون رو نگه دارید روی این حالت، قلتک به سمت پایین میره، این حالت قرار بدید، قلتک مجدد برمیگرده سر جای خودش و میتونید از طریق این دو تا دکمه میزان ارتفاع این دو تا قسمت پاییتون رو، میزان ارتفاعش رو تنظیم بکنید. توضیح خاصی در رابطه با این دستگاه دیگه نیستش. برای پلی کردن موسیقی این دستگاه قابلیت پلی موسیقی هم داره. شما میتونید خیلی راحت از طریق بلوتوث وصل بشید و یک صدای بی‌نظیر رو با کیفیت های فای
داشته باشید و موسیقی که دلتون میخواد در هنگام ماساژتون داشته باشید. دستگاه وایرلس شارژ هم داره. شما میتونید در زمان ماساژی که دارید میگیرید دستگاهتون گوشی همراهتون یا هر نوع دستگاهی که نیاز به شارژ از طریق وایرلس داره رو وصل بکنید و دستگاهتون همزمان علاوه بر اینکه ماساژتون میده شارژ دستگاه موبایلتون یا تجهیزات وایرلس شارژتون رو شارژ بکنه. امیدوارم که لذت ماساژ از این دستگاه رو ببرید و همیشه تنتون سلامت باشه. هر سوالی هم داشتید میتونید با شماره تماس‌های ما توی سایت یا قسمت پیج در تماس باشید.